زندگی مشترکشون میشن. این افرادی هستن که نمیدونم تا حالا خیلی ها شاید دور و بر خودتون دیده باشید این آدم‌هایی هستن که لذت میبرن از اینکه یک شوهری داشته باشن، بخوان اونو به همه نشون بدن، در موردش همه جا صحبت بکنن و به همه بگن که من دیگه متأهل شدم، من دیگه شوهر دارم و اصلا لذت میبرن از اینکه شخصی که طرف مقابل ایناست، حالا همسر این افراد هست، مردم با اسم همسرش صداش بزنن. یعنی اگر فامیلی همسرش محسنیه، مردم بهش بگن خانم محسنی. از این کار خیلی لذت میبره و از این صحبت هایی که از انرژی میگیره. بعد این خانم ها وقتی که متأهل میشن دیگه راهشون رو از اون مجردها جدا میکنن، یعنی مثلا به مجردها با یک نگاه تحقیرآمیز و توهین‌آمیزی نگاه میکنن که اینا ناقصن و من دیگه کامل شدم و به اون دسته متأهلین پیوستم و مسیر و زندگی خودم رو دارم پیش میگیرم. اگر جز این دسته آدم ها هستید که این ویژگی ها براتون بوده توی زندگیتون، من میخوام بهتون بگم شما جز زنایی هستید که ما بهتون میگیم زنان انحصار طلب. حالا زنای انحصار طلب چه زنایی بودن؟ زنایی که جلوی همه حفظ ظاهر میکنن که من رابطه‌ام با همسرم خیلی عالیه و حسادت بیش از حد دارن روی همسرشون. چرا؟ چون که ببینید این افراد وقتی که ازدواج میکنن همه دوستا، فامیل، خانواده، همه اینا رو برای همسرشون میذارن کنار و متقابلا انتظار دارن همسرشون هم این کار رو انجام بده و مطمئنا اون شخص، اون همسر اینا خب نمیاد، اون خانوادهش رو که نمیذاره کنار، دوستاش رو که نمیذاره کنار و نمیتونه اون توجه 100% که این خانم نسبت به شوهرش داره و انتظار داره شوهرش هم متقابلا این انتظار 100%، این توجه 100% رو برای خانمش داشته باشه، اون برآورده نمیشه و همین باعث نارضایتی میشه. همین باعث میشه که مشکلات و مسائل مختلفی به وجود بیاد و این خانم مدام نق میزنه، مدام درگیری دارن، حسادت دارن، یعنی به شدت حساسه اینکه همسرش با یک خانم مجردی بخواد صحبت بکنه، با یک خانم مجردی بخواد بگه و بخنده. به شدت حساسه که دور و بر همسرش زنهای مجرد باشه. یعنی بارها و بارها ما این رو دیدیم، بررسی کردیم. شاید خود شماهایی که الان اینو دارید گوش میدید توی وجودتون باشه. اگر همسر شما یه جایی بره که 2 تا 3 تا خانم مجرد اطرافش باشن، سریعا میرید و اونو جدا میکنید از اون آدم‌ها. یعنی اگر بیاد به شما بگه من توی محل کارم 2 3 تا خانم مجرد هستن و من باشون صحبت میکنم، یه ذره شما ته دلتون میلرزه و مدام اونو کنترل میکنید، رفتارش رو آنالیز میکنید، برای خودتون مراقبش هستید و دنبال اینید که توجهش رو به سمت خودتون بیارید و همینم باعث میشه که در مقابل اون ضعیف باشید. یعنی چون شما مدام داری تلاش میکنی که نظر اون رو جلب بکنی برای خودت، یه ذره برای شما سخت میشه، یه ذره برای شما زندگی مشکل میشه. روی این مسئله‌ای که هست سعی کنید با توجه به اینکه الان تیپ شخصیتی خودتون رو شناختید و متوجه شدید که این مسائلی که هست باید کنترل بشه، سعی کنید از این خوابی که هست بیرون بیایید، زندگی رو اینقدر سخت نگیرید و توقعاتتون رو بیارید پایین. چون شما به صورت ذاتی، به صورت اون چیزی که در وجود شما هست، این کار رو دارید انجام میدید. یعنی اگر 100 نفر شما توی خونتون باشه، عزیزاتون هم باشن، برادر، خواهر، پدر، مادر، همسر، شما همیشه اون بهترین غذا رو برای همسرت نگه میداری، بهترین غذا رو به بچت نمیدی، میاری برای همسرت و در مقابل انتظار داری همسرت هم این کار رو انجام بده برای شما. اما ممکنه همسر شما تیپ شخصیتیش با شما متفاوت باشه و این کار رو انجام نده. اونجا شما ناراحت میشی، به من زنگ میزنی یا به مشاور دیگه‌ای زنگ میزنی یا اینکه خودت میشینی توی خونه گریه میکنی که نه، من همسرم اصلا دوستم نداره، همسرم اصلا منو درک نمیکنه، همسرم همش با دوستاش میره بیرون میاد و به من توجهی نداره. اینجا این اختلافه، این تغییرات و این تفاوت‌ها باعث به وجود اومدن این مسائل میشه. شما باید درک درستی داشته باشی از شخصیت همسرت و درک درستی داشته باشی از شخصیت خودت و بتونی به درستی پیش بری که بتونی موفق بشی و سخت نگیری به اون طرف مقابل که انقدر سخت